تا حالا شده احساس کنی زندگی باهات سر ناسازگاری داره؟ که هر چقدر تلاش میکنی آخرش میبازی؟ این داستان درباره یه مرده که تو تمام زندگیش شکست خورد. ولی یه روز توی 65 سالگی تصمیم گرفت تسلیم نشه. و نتیجه شد یکی از بزرگترین برندهای غذایی دنیا، مرغ سوخاری کنتاکی KFC. هارلند ساندرز سال 1890 توی ایالت ایندیانا به دنیا آمد. پدرش کارگر بود و وقتی هارلند فقط 5 سالش بود پدرش فوت کرد. مادرش مجبور شد برای تأمین زندگی توی کارخانه کار کنه. هارلند از 5 سالگی غذا پختن یاد گرفت. تو 7 سالگی برای خواهر و برادر کوچکش آشپزی میکرد. درس و مدرسه زیاد براش دوام نداشت. توی 12 سالگی مدرسه رو ترک کرد و وارد بازار کار شد. از کارگر مزرعه گرفته تا نقاش تا راننده تراموا. بعدش رفت ارتش. بعدش برگشت شد کارمند بیمه. تو هر کاری وارد می شد یا اخراج می شد یا ورشکست می شد. یه بار یه شرکت راه آهن استخدامش کرد. چون دعوا کرده بود اخراج شد. رفت یه مغازه تایر فروشی زد. آتیش گرفت. بعدش یه پمپ بنزین گرفت. اونجا کمی موفق شد تا اینکه جاده کناری رو بستن و مشتریهاش پریدن. توی این مدت یه چیز همیشگی تو زندگیش بود. عشق به آشپزی. توی پمپ بنزین خودش یه آشپزخونه کوچیک راه انداخت و برای مشتریها مرغ سرخ شده سرو میکرد. از همون اول یه دستور خاص داشت. ترکیبی از 11 ادویه مخفی. میگفت مردم باید طعم مرغ رو حس کنن، نه فقط روغن و نمک. اینقدر غذاش معروف شد که دولت آمریکا بهش لقب کلونل کنتاکی داد. یه عنوان افتخاری برای خدمت به فرهنگ ایالت. اما با بالا رفتن سن جاده‌های جدید ساخته شد و رستورانش دیگه رونق نداشت. توی 65 سالگی فقط $102 حقوق بازنشستگی میگرفت. خیلی ها تو اون سن میرن دنبال استراحت، ولی کلونل گفت اگه قراره بمیرم حداقل قبلش یه بار درست تلاش کنم. وقتی ساندرز تصمیم گرفت تسلیم نشه سن 65 سال بود. نه پول داشت، نه سرمایه، نه رستوران شلوغ. فقط یه دستور غذای مخصوص داشت. یه ماشین قدیمی و کلی آرزو که هنوز محقق نشده بود. با همون لباس سفید معروفش، همونی که بعداً به امضای برند KFC تبدیل شد، نشست پشت فرمون. یک چمدون کوچیک برداشت، توش یه قابلمه، چند ظرف ادویه و چند برگ تبلیغ دست نویس گذاشت. بعد راه افتاد. از شهری به شهر دیگر میرفت. گاهی صبح زود از خواب بیدار میشد تا خودش رو به یه رستوران برسونه قبل از اینکه شلوغ بشه. گاهی شبها وقتی دیگه امیدی نبود باز میرفت در یه رستوران دیگر رو میزد. تو هر جا همین جمله رو میگفت: اجازه بدید براتون یه مرغ درست کنم. اگه خوشتون اومد فقط 1% کوچیک از فروش میخوام. هیچ هزینه هم ازتون نمیگیرم. بعضی‌ها حتی بهش فرصت ندادن حرفش رو تموم کنه. بعضی‌ها خندیدن و گفتن آشپز پیر؟ ما سرآشپز داریم. بعضی‌ها هم گفتن همه دارن مرغ سرخ شده میفروشن. چیه تو فرق داره؟ و بدتر از همه بعضی‌ها پشت سرش حرف زدن و مسخرش کردن و اون شب‌ها تو ماشینش میخوابید. بعضی شب‌ها هم حتی پول نداشت غذا بخوره، ولی بازم ادامه داد. وقتی برای بار 900م جواب رد شنید، لحظه‌ای تردید کرد. تو دفترچه کوچیکی که با خودش داشت شروع کرد. شماره ها رو نوشتن. یکی یکی رد شدن ها رو تیک میزد. خودش میگفت هر جواب منفی فقط منو به جواب مثبت نزدیکتر میکنه. توی یه شهر کوچیک وقتی دیگه بنزین نداشت و فقط چند $1 ته جیبش بود،
رفت سراغ یه رستوران خیلی ساده کنار جاده. خسته بود ولی بازم همون جمله رو گفت و برای اولین بار صاحب اون رستوران گفت باشه امتحانش میکنم. سندرز همونجا تو آشپزخونه ساده اون رستوران مرغ خودش رو درست کرد. مشتری‌ها عاشقش شدن. همون شب چند نفر پرسیدن این مرغ از کجاست؟ میشه دوباره سفارش بدیم؟ و اون لحظه جادوی KFC بود که شروع شد. مشتری‌ها عاشق مرغ شدن. فروش بالا رفت. بعد اون رستوران یکی دیگه اضافه شد. بعد باز یکی دیگه. ظرف چند سال 10 شعبه با نام KFC راه افتاد. تو سن 73 سالگی سندرز شرکتش رو $2 میلیون فروخت. با احتساب ارزش امروزی حدود $20 میلیون میشه. ولی همچنان به عنوان چهره برند باقی ماند و تا آخر عمرش به شعبه ها سر میزد. 1980 کلونل سندرز در سن 90 سالگی درگذشت ولی داستانش برای همیشه زنده موند. یه مرد شکست خورده که تا 65 سالگی هیچ موفقیتی نداشت ولی چون تسلیم نشد اسمش تو تاریخ موندگار شد. شاید تو هم الان شرایط سختی داری. شاید فکر میکنی دیگه دیره. ولی یادت باشه هرگز برای شروع دوباره دیر نیست. تو کامنت ها بنویس منم مثل کلونل ادامه میدم.